برای لذت بردن از سریال فالاوت نیازی به اطلاعات قبلی درباره این جهان داستانی نداری. به جز بخش‌های مربوط به توضیح پیشینه داستانی سریال، اصل قصه اون در سال 2996 میلادی، یعنی 219 سال بعد از انفجارهای هسته‌ای مرگبار و ویرانگری روایت میشه که دنیاش رو شکل دادن. تا امروز داستان‌های زیادی در جهان فالاوت روایت شدن. این مجموعه خیلی بزرگی و با عرضه اولین بازی فالاوت در سال 1997 میلادی ایجاد شده. داستان فالاوت 76 در سال 2102، فالاوت 1 در سال 2161، فالاوت 2 در سال 2241، فالاوت 3 در سال 2277، فالاوت نیو وگاس در سال 2281 و فالاوت 4 در سال 2287 میلادی روایت میشه. اما نگران نشین، حتی اگه هیچ کدوم از این بازی‌ها رو تجربه نکردین، میتونین از سریال لذت ببرین، چون هر کدوم از داستان‌های اصلی فالاوت با اینکه در جهانی یکسان با کلی المان آشنا جریان دارن، روی پای خودشون میایستن و دنباله مستقیم یه قسمت دیگه نیستن. سریال فالاوت هم به خودی خود خوب از پس معرفی جهانش برمیاد. البته کلی ایستر اگ باحال برای طرفدارهای قدیمی هم داره.